20 milyard dollara qədər sərmayə qoyub. Bu il Türk İnvestisiya Fondunun fəaliyyətə başlayacağı gözlənilir. Vahid rəqəmsal platformanın yaradılması layihəsi üzərində işlər davam etdirilir. Xəzər dənizində 50 təşkilatının Dövlət Başçılar Şurasının qeyri-rəsmi iclasında شناسه اصلی از رشد اقتصادی بالای 5% دولت سیزدهم و اهتمام شهید رئیسی به ادامه این مسیر میگوید. دریچه خانواده‌های شهید رئیسی و دیگر شهیدان خدمت، خانواده‌های شهدای مسئول خدمت و خانواده‌های شهدای مسئول در حمایت. هدف اصلی از تجلیل و ستایش شهیدان رو تدبر و درس‌یابی و با تشریح خصوصیات قلبی، زبانی و عملی رئیس جمهور شهید گفتند یک دوست اومدم خدمت با آبروی ملی، عزت ملی، اعتبار ملت ایران، این که طبق قضاوت مراکز بین المللی مالی ایران رشد اقتصادیش از نزدیک به 0 برسه به 5%، این یک افتخار ملی، یه عزت ملی، این نشان دهنده پیشرفت کشور اتفاق افتادیم. امثال اینا مکرر اتفاق افتاد. اینی که در جامعه گوناگون جهانی اقتصادی جهانی عضویت خودش رو مجمع عمومی سازمان ملل قرآن رو در مجمع عمومی سازمان ملل قرآن رو سر دست بگیره، بلند کنه، یا عکس شهید سلیمانی رو سر دست بگیره. این برای ملت. Gəncədə avtomobillə motosiklet toqquşub, qəzada xəsarət alan motosikletin sürücüsü xəstəxana yerləşdirilib. Məlumata görə xəsarət alan şəxs motosikletlə kuryerlik edirmiş. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Rusiya prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov bəyan edib ki, Rusiya ilə Ukrayna arasında memorandumun hazırlanması üzrə iş diskret, ictimai olmayan formatda davam edir, lakin dinamik şəkildə gedir. صنعت کمانگیری بر روی اسب اهمیت ویژه‌ای داره و قهرمانان ملی از استان فارس هستند. در کنار این سه رشته‌های درساژ به اضافه رشته کورس اسب‌زنی و همچنین رشته فارس به شکل ملی و بین‌المللی در حال برگزاری و برگزار کننده این رویدادهای بزرگ و ملی هستیم. جشنواره ملی زیبایی اسب‌ها دیگه، اسب معمولا عرب هم هستش. بله، ما نزدیک به مسابقه و زیبایی اسب عرب کشور بودیم زیر نظر سازمان جهانی ایکاپو در رده سیشو که نزدیک به 140 اسب خالص ایرانی و خون خارجی در سطح استان فارس میزبان بودیم و نزدیک به 100 میزبان بودیم. مختلف کشور و سطح oldu. Ancaq əgər özünüzü xətimi qoysanız, öldürərəm. Fatma Bəqayətə öldürəndi. Heç kəs məni saxlaya bilməz. Hesab edin, razılaşdıq. Tronqa başını tər. Şimal-şərq küləyi əsəcək. Temperatur gecə 15-17, gündüz 22-27 dərəcə isti olacaq. صحبت‌های آقای دکتر سلیمانی جامعه شناس و مشاور. Gedərik. Qadın qət etdi. اون مواد غذایی هم підготовки водіїв з порушенням опорно-рухової системи. این بسیار قابل جذبی رو داره و محلول هستش. خب طبیعتا یک بخشی از این مواد مغذی توی اون آب بلنچینگ از بین میره. ما توی فریز کردن میگیم اون کاهش مواد غذایی رو
به جون میخریم که بتونیم یک ماده رو خوب نگه داریم، ولی وقتی از قیم نگیچی که پروردگار پدران ماست. و اما قبل که انی لا ادری عین الله، این که میگی من نمیدانم خداوند کجاست، فان الله لبالمرصاد، خداوند در کمینه. فغضب ey neslimi sütten var erzakıl darısı Gamze'ye versin mesiyet yoksa çoktan اهل البغی و السفه و الجهل و این زمان maraqlandırır. استفاده میکنی یا نمیکنی. صحبت از اینه که چجور استفاده کنید. برید کار کنید، تلاش کنید. خیلی از نمونه ها تو اینترنت بروز نکرده بود. چه تأثیر روحیه افراد به خصوص مدیران مؤثر در اقدامات اقتصادی گذاشتین خصوصیات؟ خدمت شما عرض بکنم، ببینید همونجور که فرمودید تأکید ایشون، ببینید بحث استفاده از ظرفیت ها به موازات مذاکرات، یعنی همیشه Tıraşta kalmayacaksınız. امور خارجه شورای امنیت، مسئله معاونت سیاسی دفتر خودشون، دوستانی که تلاش میکردن پیگیر اون مسائل بودن، اما هیچگاه کار رو با اون قدرت‌های مستقل، با اقتصادهای مستقل نوع رابطه باشه. چرا اینجوریه؟ به خاطر اینکه در آیه 8 به این موضوع اشاره نه آیه 8 رو بخار شنویم. إِذْ قَالُوا لَيُوسُفُ Kimin elindeydi? Meğer bu sizin silah değil, Paris soruştu. Biz... Ну, качу затягнула. Вона це на це прийшла через велику працю. پرسیدن چجوری باید چگونه تهیه کرد؟ ژل رویال رو ببینید. ژل رویال رو ارزان بازی شما که خب یک تکنیکی هستش که در حقیقت زنبورداران ژل رویال کلا میدونید که غذای ملکه زنبور عسل هست. دقت آیرون ده میشد دور تا دور حیات خونه بالا هوا حوزه وسط حیات adlı resim eseri. Yazıcı German Koch'un tefsiri bu her bu şama sosyal mevzular, gülüş dolu anlar ve bol mariflendirici məlumatlar.
Space Radio'da həftə içi hər gün